سوال 46: آیا تقدیر هم در خیر و در شر هم به طور عمومی از جانب الله سبحانه و تعالی است یا نه؟ جواب: تقدیر هم خیر و هم شر به طور عمومی از جانب الله است. از علی ابن ابی طالب رضی الله عنه روایت است که گفت: کنا فی جنازه فی بقیع غردق فأتى رسول صلی الله علیه و سلم فقعدنا حوله. میگه که ما در قبرستان بقیع، جنازه در بقیع الغردق بودیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و نشستند و ما نیز گرد آن حضرت صلی الله علیه و سلم نشستیم. در دستش عصای بود، یک چوب بود. سر خود را پایین انداخت و با عصا در زمین چیز میکشید. پس فرمود: هیچ کس از شما نیست، هیچ نفس نیست مگر آنکه الله جایگاهش را در جنت یا دوزخ نوشته است و نوشته شده است که سعادتمند است یا که بدبخت. یک مرد از صحابه گفت: پس آیا ما بر نوشته امون تکیه کنیم و عمل را انجام ندهیم؟ یعنی بر آنچه که بر ما کتابت شده است ما آن را به آن تکیه نماییم و ترک عمل نماییم، نه که هیچ کار انجام ندهیم؟ و پیامبر چی فرمودند؟ هر کس از اهل سعادت باشد به عملهای اهل سعادت آسان کرده می شود. این در این دنیا اگر که بر تو آسانی آمد که تو علم آموزی، تو در راه خیر نیکو هستی، پس بدان که تو در خیر نیکویی هستی، تو در سعادتمندی هستی. و هر کس که از اهل بدبختی باشد، پس عملهای اهل بدبخت هم برای او آسان می گردد. پناه به سوی الله، آسان کرده می شود. و سپس این آیه کریمه را رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند: فاما من اعطى واتقى، پس هر کسی بر او بخشش کرده شد، داده شد و تقوا و پرهیزگاری رو پیشه نمود و به بهترین کلمه توحید ایمان آورد، ما او را به راه آسان آماده میکنیم. و هر کی بخیلی کرد و بی‌نیازی جست و دروغ گفت، ما او را در راه دشوار یا که راه دشوار رو بر او آماده میکنیم. یعنی که دروغ گفت یعنی که دروغ شمارید. این حدیث رو امام بخاری و مسلم روایت کرده هستند. و دلیل دیگری در حدیث است، در روایت دیگری اومده است که و اعملوا فکل میسر، عمل خود را انجام بدید، یعنی عمل نمایید، زیرا هر کس برای آنچه که آفریده شده است برایش آسان میگردد. اما اهل الشقاوت فیسرون لعمل اهل الشقاوه، اما اهل شقاوت، اهل بدبخت، کسانی که بدبخت هستند، عملهای اهل بدبختان برای آنها آسان کرده می شود. و اما اهل سعادتی، و اما اهل سعادت باشد، فیسرون لعمل اهل سعاده، پس برای آنها عملهای اهل سعادت آسان کرده می شود. روایت بخاری و مسلم.